من در نسبتی خب این برادرهایی که حالا محبوس شدن در نسبت شخصیت همه اینها، حالا ذکر کردن استاد داملا زبیدالله رازق، خب رحمت الله رجب، استاد سید عمر، استاد محمد علی حیید، استاد محمد علی فیض محمد، برادرمون حقوق شناس خب بزرگ مهر، نور حاجی نوردین و ده های دیگری که اونها به حبس گرفته شدن، واقعا هم از لحاظ جایگاه و مقام من همه اینها را باید بگم که اینها یک قهرمان ها و یک شخصیت هایی هستند که خب این راه اختیار کرده اونها است. اگرچند که ما در این راه را اختیار کردن هیچگاه آرزوی حبس شدن یا اینکه به قتل رسیدن یا اینکه ظلم قرار گرفتن نداشتیم، اما طبیعت این راه هست و اونها در این از اون چه که ما از قرآن و از سنت میبینیم این یک مکتبی است که اونها بعد اون پخته رسیده بیرون میآیند و این چیز واضح و روشن است در داستان حضرت یوسف که قرآن کریم اون را بیان میکند. پیغمبر خدا داخل حبس شدن، زندان شدن با اتهام و یک مدت ایستادن، 3 سال بود، 1 سال بود. بعد از آن وقتی که آماده نبودن که اون مسئولیت را اون گونه‌ای که هست باید برسونن، باز خداوند چند سال دیگه هم علاوه شو کرد. یعنی مدتی طولانی در حبس ایستاد تا اینکه بعد از اون که از زندان بیرون شد توانست که اون مسئولیت رسالت را برسوند. همین کفایه هست که این شخصیت ها کی هستند و چی هستند و چرا اونها به حبس گرفته شدند. واقعا هم این یک چیز آشکار است که اونها با اتهام گرفته شدند و این مسئله دیگر است، اما در شخصیت اونها همین هایی هستند که ما ان شاء الله یک قهرمان هایی را در آینده انتظار هستیم که اونها میبرایند و مسئولیت خودشون را بهتر و خوبتر انجام میدهند. اما در رابطه با دادگاه ها یک چیزی را بگویم. البته از اون چیزی که ما میدونیم دادگاه ها یک دادگاه های کفر است که هیچ به اسلام، به عقیده، به ایمان ارتباط نداره و در سیرت پیغمبر هم ما این چیزها را میبینیم، دیدگی هستیم که خب چنین حالت ها به صحابه های پیغمبر اومد. حالا ما ببینیم اگر در رابطه با حضرت حبیب ابن عدی و این چنین زید ابن دحنه بود که از طرف مشرکا گرفتار شدن و اونها حکم اعدامشون دادن و بدون اینکه محکمه شود، شاهد شود، اونها را به دار آوردن. حضرت جبرائیل هم برای پیامبر صلی الله علیه و سلم این خبر را آورد و سلام رسوند، گفت که اونها همین خیل شدن و علاوه کرد حضرت جبرائیل که کسانی که به این کار دست زدن بازگشت اونها جهنم است. یعنی دادگاه کفری که بدون سند، بدون حجت، بدون شاهد، بدون یگان خب سندی که برای یک انسان از حکم میکند، اون دادگاه، اون کسانی که به این کار وابسته شدن مسیرشون جهنم است. و یکی دادگاه اسلامی است. اگر ما در قرآن نظر بکنیم، در سنت پیغمبر نگاه بکنیم، هر چیزی که در دادگاه اسلامی آمده است به عدل، به قسط، به راستی، به درستی امر شده است. ان الله یحب المقسطین. خداوند کسانی که اونها راست حکم میکنن، اونهایی که عدالت میکنن، برای اونها را دوست می‌دارد و برای اونها اجر و پاداش است. اما کسانی که ظلم میکنن با قول زور، با حکم زور، با خب دسیسه، با دروغ، با تهمت، اونها هم مسیرشو از همون مسیری دادگاه ها یا اینکه خب دادستان هایی که از کفار هستن از اون کم نیست. مسیر اینها هم بازگشت اینها هم همون دوزخ است، همون جهنم است، همون سختی است. پس حالا ما میبینیم که یعنی دو نمود دادگاه را ما در اینجا گفتیم. حالا این برادرهای قهرمان هایی که ما منتظرشو هستیم، اینا بر اساس چی اینها حبس شدن؟ کسانی که اونها از دادستانی شروع کرده، از وکیلایی که بودن، از خب مفتشایی که در اونجا بودن، شاهدهایی هستن و اون بنده های جنایتی که برای اونها کردن، همین ها را ببینیم. من از اینجا همچون یک روحانی، همچون یک دیندار، همچون مسئولی شورای علمای اسلامی در خارج، رئیس شورای علمای اسلامی در خارج، برای اونها میگویم که اونها بر کدام اساس این بیگناهان را، این انسان‌هایی که هیچ گناه ندارن، بالای اونها این حکم را کردند.
خب اگر بر اساس دادگاه کفر کرده باشند پس مسیرشون معلوم است که چی است. اگر خود را مسلمان میگیرن، اگر خود را اونها مسلمان میگن، حداقل اونها ادعا دارن که ما فرزند مسلمان هستیم، پس باید بدونن که این حکمی که برای اینها کردن، ببینید من آیه اولی رو که تلاوت کردم، خب میگوید و قال رجل من آل فرعون و قال رجل مؤمن. آیت قرآن داستان را از قوم فرعون میکند برای ما، میگوید که یک مرد مؤمن از قوم فرعون که ایمان خود را پنهان کرده بود، وقتی که برای مسلمان ها اصحاب اخدود و دیگرها ظلم را، قتل را، در آتش سوختن را روا دید فرعون، برای اونها گفت که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. آیا شما یک مردی را که تنها میگوید که پروردگار من خدای یگانه است، شما اون را میکشید؟ من برای چی این آیت را آوردم؟ و اینجا دو چیز است. یکی اینکه ما الان همین کسایی که باقی ماندند پناه آوردن به کشورهای اروپا یا اینکه غربی هست، در کشورهای غیر مسلمانی هستند. وقتی که ما اومدیم به اینجا، نهضت اسلامی تاجیکستان آمدیم، ما نگفتیم که ما از نهضت اسلامی نیستیم. ما یک حزبی سازنده و یک اسلامی که یک حزبی که خاراکتر دینی دارد فعالیت داشتیم، در پارلمان بودیم، همین خیلی بهبودی ها داشتیم، یک طرف اساسی صلح بودیم. برای ما ظلم کرد، ما آمدیم یگان اسناد خود را جعلی ساخته نکردیم، همین خیلی گذاشتیم، اونها ما را قبول کردن. و برای این شهادت میدهد آن دعواهایی که کمیته حقوق بشر در نسبت همین محبوسینی که هست حالا ما داریم، در نسبت همینها بیگناهی اونها را از طرف سازمان ملل اعلان کرد و از حکومت تاجیکستان خواست که اونها آزاد کرده شوند و حتی که برای اونها غرامت پولی سپرده شود. یعنی ببینید یک مردی که او مؤمن است، یعنی مسلمان نیست، در دین ما، مذهب ما نیست، اما برای این که ما بر اون چیزی که دعوا داریم، اون گفته ایستاد است که آیا شما اینها را میکشید؟ یعنی این حبس طولانی که امروز هست، زیاده ای 20 سال، 28 سال، 23 سال عمر برباد دادن، این در واقع کشتن یک انسان است. مخصوصا کسی که سن او از 60 تا 70 بالا است، او را برای او 28 سال، 23 سال حکم دادن، این قتل از حکم اعدام است. اون چی گفته است؟ علاوه بر این که او میگوید که من مسلمان هستم، این اندیشه آزاد دارد، آزادی میخواهد، برای کشورش بهبودی میخواهد. آیا شما اون را همین گونه حکم میکنید؟ این یک قتل آشکارا هست. پس ببینید، یعنی این سود کردن یا اینکه حکم کردن، آیا کسانی که تو دادستان کل هستی، آیا تو وکیل هستی، آیا تو خب مفتش هستی یا شاهد هستی که به اینها شاهدی داده ای، آیا تو به همین چیزی که به همین حکمی که برآورده ای به همین باور داری که واقعا همینا مستحق بودن، همینها جنایتکار هستن، همین کارها را کردن؟ در حالی که یک نفری که غیر مسلمان از شهادتی میدهد که اینها هیچ ظلمی، هیچ گناهی ندارند، باید اینها آزاد کرده شود. پس تو وجدان داشته باشی، پس تو خود فرزند مسلمان میگیری، یک بار فکر کن به اینکه تو چی حکم کرده ای، کی را حکم کرده ای. تو بدون که جزای تو همون جزایی هست که حالا ما قیامت چه میگم، همون جزایی هست که برای کفار در حق یک مسلمان میکند، همون است. مسیری تو جهنم است. حالا ما دنیاییش بگیم، در عرفیت میگویند که اگر تو کسی که موش را در انبار یک انسان میگذارد، در آرد و در گندم، در اون موش، اون زهری اون موش در خاندانش، در فرزندش، در نویرش تأثیر میکند. حالا تو دعوا داری، از این کار سربلند هستی، اما بدون که این روز هم به سزای اعمال از طرف خداوند میرسی. در همین دنیا پشیمان میشه. اگر برای تو نرسد، برای فرزندت میرسد. اونها بیگناه هستند، هیچ وقت ما دعا نمیکنیم که اونها گرفتار شوند، اما سنت الهی از تغییر نمییابد. خب این برای فرزندت میرسد، زیان این برای نویرت میرسد، برای زنت میرسد، برای خویش تبارت میرسد.
در حالی که تو یک مؤمن باشی، تو یک مسلمان باشی و میدونی که ظلمن شهادت دادی، تو قول زور، حکم دروغ برآوردی با اتهام، مطمئن باش که در این دنیا هم میبینی و فردای قیامت هم جزای همین است. پس من خطاب میکنم برای هر یک وکیل، برای هر یک دادستان، برای هر یک کسی که این پرونده ها را گرفته است و این قدر یعنی حکم قتل داده است برای موسی سفید، حالا ما داملو زبیدالله را دیدیم، محمد علی فیض محمد را دیدیم، قبل از اینها بود داملو دانا که الحمدلله بیرون برآمد 80 ساله را. وجدانی تو ایمانی تو اگر تو مسلمان باشی تو باور داری که او به همون جزا مستحق است و باید که به همون حکم داده شود، مطمئن باش که در همین دنیا هم جزاش میبینی و هم در آخرت هم میبینی. هیچ محل 10 ها زن را بیوه کردگی، 100 ها طفل یتیم شدن از نبیره ها و از فرزنده و از اینها، در امیدی هستن که فرزنداشو پدراشو از خانهشو بدروین. 100 ها و هزارها نفر از متخصصین دیگرها را با اتهام و همین چیزهایی که بالای اونها هست از کشور بیرون کرده. این در عمر جون شما، در عمر جون فرزندات و در عمر جون نبیراتو میرسد. این را مطمئن باشید. من همچون یک شخص دیندار با ایمان کامل این را میگم. من بعد اگر حکم میکنید فکرتون بگیرید، اگر حکم میکنید در این فکر باشید یا خود را بالکل از اسلام برارید همچون کفار حکم کنید، اگر مؤمن و فرزند مسلمان هستید این طرف قضیه را نگه بکنید. من برای شما این را گفتنی هستم. این است از طرف اسلام. حالا من به علمای اسلام میگویم و به کسانی که اونها هم مسلکی من هستند، من هم مسلکی اونها هستم. ما وارثای پیغمبر هستیم. پس سکوت کردن در برابر ظالم این در واقع کمک کردن به ظلم است. و این نماز و روزه در منبر پیغمبر برآمدن اینها برای من خود یک داملا دیگر وسیله رهایی از غضب خداوند نیستند. اینها یک وظیفه هستند که ما در برابر بندگی به خدا میکنیمش. برای ما انصاف در کار است، عدل در کار است، قسط در کار است، خب راست گفتن در کار است، دوری از ظلم و از جبر و از اینها است. ما ببینیم که یک انسان در ظلم است، اون را دستش گرفتن، اینها هستن اون چیزی که ما و شما را از غضب خداوند، از قهر خداوند، از آتش دوزخ رهایی میبخشند. پس چرا سکوت میکنه در این باره؟ ما چند خانه دیگر رواری حال سکوت با سکوتتون ویران کردنی هستید. چندین فرزندهای دیگر را به پدر کردنی هستید با این حکم‌های طولانی که یک طاغوت یا یک فرعون یا یک رژیم این را میبرد. تا که این را سکوت میکنید این خانه ویرانی ها را به سر مسلمان ها و سر خانواده های مسلمان میاره. چندین نبیره ها را یتیم کردنید، چندین فرزند ها را یتیم کردنید با این سکوتتان. ما نمیگویم که شما در برابر اونها دیگر کار کمان گرفته بیستید، نه، قول حق را رسوندن در کار است، گفتن در کار است. حالا قبل از این داملا زبیدالله خداوند رهاییش بخشد استاد گفت که بستن حزب نهضت اسلامی در واقع بستن مسجد است. این رو شما خودتون مشاهده کردید تا این روزه. برای مسلمانی که نتواند بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگوید، یگان حقوقی نداشته باشد که از خب پسر خودش سوره فاتحه نشان بدهد، آیا با همین آر، با همین ناموس زیستن آیا مسلمانی هست؟ ما هم یک شهروندی مسلمان هستیم. بیشتر از 90% مردم ما مسلمان هستند. همون چیزی که در قانون گفته شده است برای دینداری که حق هر یک شهروند است، همون را ما میخوایم. از این بیشتر دیگر زاید برای ما در کار نیست. یک اون چیزی نماند که همون پایمال بشود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند که اکثریتی اهل دوزخ علما هستند. مضمون حدیث همین گونه است، یعنی دانشمندان اسلامی هستند که اونها فردای قیامت لجام از آتش دوزخ
در دهان اونها کرده می شود. از این غفلت دارید شما، از این خوف ندارید شما. خود را وارث پیغمبر میگیرید، در منبر میبروید، در معرکه‌های مردم میروید، از مادیات مردم، از دارایی مردم استفاده میبرید، اما در برابری حقوق اونها که باید از اونها دفاع کنید سکوت میکنید. این بسیار وزنین است. این رو در یاد داشته باشید.